امشب اومدیم عمارت زیبای یاقوت. اینجا به تازگی و جدیدترین باغچه رستورانیه که تو شهرمون افتتاح شده. خیلی اینجا خوشگله. یه معرفی باحال اینجا بزنیم. من شدم همونی که بستی دختری دونی شده کشت مردن این پسر من سر چشم شده یه بچه بستی دختری دونی شده کشت مردن این پسر من سر چشم شده یه بچه بستی اینجا یه باغ خوشگله در اولیه خودش. آلاچیق‌های زیبا براتون داره. از آلاچیق‌های 18 نفره 17 نفره با من بیایید تا آلاچیق‌های 3 نفره 4 نفره 5 نفره. خلاصه آلاچیقاش حرف نداره. اینجا تازه تأسیسه و همه چیش نوعه. یه سالن مراسمات داره بدون ورودی. شما مراسماتتون رو میتونید اینجا بندازید. از عقد، عروسی، مراسم‌های شادی، هر نوع مراسمی که دارید این سالن زیبا برای شما بدون ورودی رزرو میشه. بفرمایید داخل یکی از آلاچیق‌های زیبا. نوبت معرفی غذاهاست. غذاهای ایرانیشون با برنج 100% ایرانی به راهه. نظر شما چیه؟ به نظر من فوق‌العاده است. انشالله به مالشون برکت بیاد. انشالله. برگ دارن اینجا، جوجه براتون دارن، کتف و بال، هم بدون برنج هم با برنج، لقمهشون، نگیندارشون و اینم از آلاچیق زیباشون. قلیوناشون هم خارجیه، حرف نداره. حتما تشریف بیارید. عمارت یاقوت پارکینگ اختصاصی داره داخل خود عمارت. با خیال راحت ماشیناتون رو میتونید بیارید اینجا بذارید. آقا خیالتون راحت.